محققان موفق شدند به کمک نانوذرات تنها در عرض 6 ماه علائم آلزایمر رو به طور کامل از بین ببرند. سلام، درست فهمیدین. پژوهشگران مؤسسه بایوانجینیرینگ آف کاتالونیا یا همون IBEC با همکاری دانشگاه سیچوان چین و یونیورسیتی کالج لندن موفق شدند به کمک نانو ذرات روند روال عصبی آلزایمر رو معکوس کنند. این نانو ذرات به گونه‌ای طراحی شدن که بتونن از سد خونی مغزی عبور بکنن و پروتئین های سمی آمیلوئید بتا رو هدف قرار بدن. تنها چند ساعت پس از تزریق میزان این پروتئین ها در مغز به طور محسوس کاهش پیدا می‌کنه.